اتلتیکو فاتح دربی مادرید شد. اتلتیکو 5، رئال مادرید 2. رئالیا توی ورزشگاه متروپولیتانو تحقیر شدن، در حالی که ژابی آلونسو داشت پشت سر هم حریفاشو در هم میکوبید. حالا با یه باخت سنگین جلوی اتلتیکو تمام ورق برگردونده شد و هجما به سمت رئال مادرید و ژابی آلونسو اومده. اما قبلش یه خلاصه بازی بریم و گلا رو با هم دیگه ببینیم، بعدش یه ذره بازی رو بررسی میکنیم و درباره حواشی داوری هم صحبت میکنیم. اولین گل اتلتیکو زدش دقیقه 14، سانت خوشگلی که انجام شد و لنورمن عجب سری زدش. انصافا یه سر فوق العاده که کورتوا هم نمیتونست کاری کنه و باید جای سوال باشه برای هویسن و شوامنی که چطور بین این دو نفر پا شد و سر رو زد. هویسنی که با اون قد و قامت بلند 100% باید این توپا رو رد کنه و جای سواله که چقدر راحت لنورمن بین این دو نفر بلند شد، رو سر این دو نفر در واقع بلند شد و سر رو زد و وارد دروازه کردش. اما خیلی زود رئال مادرید جواب گل اتلتیکو رو میده. پاس عالی آردا گوله و ضربه فوق العاده امباپه، 1-1 بازی مساوی میشه. این دو زوج دقیقاً کاری کردن که حتی مسعود اوزیل هم استوری بذاره و همه یاد مسعود اوزیل و رونالدو بیفتن. پاس عالی آردا گوله و ضربه تمام کننده قهرمان این روزای رئالیا یعنی کیلیان امباپه که بازی رو به تساوی کشوند. چند دقیقه بعد و گل دوم رئال مادرید، کامبکی که رئال زد، حرکت قشنگ وینیسیوس چه سر توپی زد. انصافا دو نفر رو نابود کردش و پاسی که میده و این بار آردا گولر خودش دروازه رو باز میکنه. پاس عالی وینیسیوس که قشنگ این نیمکت نشینه کاری کرده که به خودش بیاد و یه جوری اون وینیسیوس 2 سال پیش دوباره برگشته و حالا دوباره پاس گل داد و آردا گولر بازی رو 2-1 کردش. اما بعد این اتفاقات تقریبا برعکس شد و به نفع اتلتیکو افتاد. تو دقایق پایانی نیمه اول سولوس با یک ضربه سر استثنایی بازی رو به تساوی میکشونه. بازم سانت از جناحه و بازم مهاجمای اتلتیکو روی سر دین هویسن بلند میشن و سر میزنن که این واقعا افتضاحه. با اون قد و قامت چطور توپ از دین هویسن میگذره من واقعا موندم. و سولوس که از همون اول بازی وقتی توی ترکیب گذاشتش همه کارشناسا گفتن که خیلی خطرناک میتونه باشه برای ژابی آلونسو و سیمئونه هم دقیقاً برنامه داشت برای این سانت کردناش. اما بریم سراغ نیمه دوم. نیمه اول همین 2-2 به پایان رسید و نیمه دوم کاملا ورق برمیگرده و اتلتیکو رئال رو تحقیر میکنه. توی نیمه دوم بازم کورنر برای اتلتیکو، بازم سانت، یعنی برنامه سیمئونه همین شده، سانت کردن و از اونور ژابی آلونسو که نمیتونه کاری کنه، با وجود این مدافع قد بلند بازم نمیتونه کاری کنه. سانتی که انجام میده و آردا گولر اونجا چقدر پاشو بلند آورد و یه بی تجربه‌ای میکنه. البته به نظر من اگه سرو میزد بازم گل میشد. این ضعف مدافعای رئال نشون میده که هر سانتی میکنن رو سرشون بلند میشن و اتلتیکویا میزنن. و دین هویسنی که پنالتی داد، حالا بعد خلاصه بازی درباره این داوری هم صحبت میکنیم و این پنالتی که کارشناسا گفتن چه اتفاقی افتاده. اما به هر حال دین هویسن با وجود بازی خوبش تو نیمه اول حالا یه اشتباه بد تو نیمه دوم کردش و یک پنالتی خیلی بد داد و خولیان آلوارز پشت توپ قرار گرفت و بازی رو 3-2 کرد. حالا اتلتیکو جلو افتاد از رئال مادرید، برای بار دوم جلو افتاد و آلوارزی که تونست گل زنی کنه یه بار دیگه به رئال مادرید گل زد. اما گل چهارم بازم آلوارز تو این بازی دبل میکنه و یه گل استثنایی که تو تاریخ دربی‌های مادرید بدون شک ثبت میشه. یه کاشته فوق‌العاده، ضربه‌ای که زد فوق‌العاده بود و کاری از دست کورتوا بر نیومدش. انقدر ضربش دقیق، خوشگل و کاددار بود که همه گفتن این گل بدون شک توی دربی‌های مادرید، توی تاریخ دربی‌های مادرید ثبت میشه. اما گل پنجم و تیر خلاص بر پیکر رئال مادرید و آنتوان گریزمان زد. گریزمانی که بعد مدت‌ها برگشته بود، 7 ماه گل نزده بود و حالا اونم به رئال مادرید گل زد. این اوج فاجعه برای رئالیا بود که بازی رو 5-2 باختن تو ورزشگاه متروپولیتانو و یه جورایی تحقیر شدن.